توی این ویدیو قراره بهتون موارد پایه‌ای سرور مجازی و آماده سازی سرور برای نصب پنل رو بهتون آموزش بدم. همچنین توی این ویدیو یاد میگیرید که سرور چی هستش، تفاوت VPN، VPS و VDS رو یاد میگیرید، از کجا سرور بخرید، IP چیه، پورت چیه، روش اتصال به سرور لینوکسی از طریق SSH رو یاد میگیرید، طریق کپی کردن از ترمینال و پیست کردن داخل ترمینال و اینکه یک سرور رو چجوری برای نصب یک پنل آماده سازی کنید. قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم باید با برخی از اصطلاحاتی که توی این ویدیو ازشون استفاده شده آشنا بشید تا بتونید مباحثی که توی این ویدیو هست رو متوجه بشید. اولین مورد سرور هست. هر جا سرور شنیدید به معنی سرویس دهنده هستش. سرویسی که می‌خوایم مثلا روی سرور مجازیمون ما بیاریم بالا میشه سرویس VPN. که جلوتر تفاوت VPN و VPS و VDS رو براتون توضیح میدم تا اگر ابهامی هست براتون ابهام زده‌ای بشه. ما نوع سروری که نیاز داریم که VPSمون رو بالا بیاریم روش سرور لینوکسی هستش. لینوکس چیه؟ لینوکس یه نوع سیستم عامل مثل ویندوز یا مک که به شکل ساده اگر بخوام بگم کاربردش چیه بیشتر برای سرویس دهی استفاده میشه. حالا این سرویس دهی میتونه هر چیزی باشه. مثلا شما میخواین یک وبسایت رو ببینید، سرویس اون سرور میشه سرویس وب. مثلا میخواین شما روش VPN بالا بیارید، سرویس اون سرور میشه سرویس VPN. بنابراین متوجه شدیم نوع سیستم عاملی که نیاز داریم تهیه بکنیم سیستم عامل لینوکس هستش. حالا لینوکس انواع مختلفی داره. لینوکسی که ما میخوایم ازش استفاده بکنیم اوبونتو هستش که در حال حاضر نسخه هایی که براش موجوده نسخه 18 هستش، 20 هستش و 22 که ترجیح ما استفاده از نسخه 22 چون نسخه جدیدتریه، آپدیتاش بروزتره و میشه گفت هر کاری میخوایم انجام بدیم توی این نسخه مشکلات کمتری خواهیم داشت. حالا باید در مورد IP یاد بگیریم. IP مخفف اینترنت پروتکل هستش. حالا کاربرد IP چیه؟ IP آدرس اینترنتی هستش که هر دستگاه متصل به اینترنت باید اون رو داشته باشه. حالا دو نسخه IP داریم، یکی IP ورژن 4 که نمونهش رو دارید اینجا میبینید و یکی هم IP ورژن 6 که اصلا باهاش کاری نداریم. ما فعلا فقط با IP ورژن 4 کار داریم که شکل ظاهریش این شکلیه و ساده تر هستش برای شما. در صورتی که IP نداشته باشیم ما عملا نمیتونیم به اینترنت وصل بشیم. مورد بعدی که باید بهتون توضیح بدم پورت هستش. پورت چیه؟ پورت درگاه ارتباطی بین دو تا دستگاه کامپیوتری توی سطح شبکه اینترنت. برای مثال شما وقتی میخواین یک سایت رو باز بکنید آدرس اون سایت رو داخل مرورگرتون میزنید در اصل یا پورت 80 اون سرور فراخونی میشه یا پورت 443. 80 در صورتی که از پروتکل امن استفاده نکنه و 443 در صورتی که از پروتکل امن بیاد داخل اون سرور استفاده بشه و به صورت رمزگذاری شده بین سیستم شما و اون سرور اطلاعات به اشتراک گذاشته بشه. حالا یک مفهوم دیگه داریم به نام سوکت. سوکت میشه گفت تلفیقی از IP و پورت. ما اینجا یه IP داشتیم به شماره 192.168.1.1. در صورتی هم که یک پورت مثلا پورت 80 رو بخوایم فراخوانی بکنیم سوکتی که ما ازش باید استفاده بکنیم 192.168.1.2.80 که در اصل این دو نقطه میگه که من میخوام به یک سوکت وصل بشم. یه مثال دیگه براتون میزنم. مثلا یک IP اینترنتی مثلا 140.125.70.14 با پورت 2053 که یک پورت کلادفرری هم شناخته میشه. این پورت ما مثلا سرویسمون رو روی این پورت بالا آوردیم، حالا میخوایم داخل مرورگر ازش استفاده کنیم که توی ویدیوهای آتی بیشتر باهاش آشنا میشید. فقط بدونید سوکت شنیدید تلفیق IP دو نقطه و پورتمون هستش. این IP هم همینطوری یه چیزی براتون نوشتم که فقط 192.168 واسهتون مثال نزده باشه. حالا میرسیم به مفهوم VPN، VPS و VDS. اولی که اینجا میبینید VPN هستش. VPN مخفف Virtual Private Network هستش که به فارسی میشه شبکه خصوصی مجازی. VPN در اصل یه پروتکل هستش. پروتکل حالا چیه؟ پروتکل یه سری قوانین هستش که توی شبکه‌های اینترنتی میان ازش استفاده میکنن تا بتونن باهاش کار خاصی رو انجام بدن. این ساده ترین توضیحیه که میتونن در مورد پروتکل بهتون بدن. استفاده از VPN هم برای تونل زدن بین دو تا دستگاه کامپیوتری توی سطح شبکه اینترنته که حالا ما ایرانی‌ها برای اینکه حالا
یا فیلترینگ هستش یا تحریم هستش، میخوایم اونا رو دور بزنیم، میایم از VPN استفاده میکنیم که آی پیمون ایران نباشه و بتونیم به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشیم. مورد بعدی که ما خیلی باهاش کار داریم VPS که اکثرا با VPN و VDS میان اشتباهش میگیره. حالا VPS چیه؟ VPS یک سرور خصوصی مجازی هستش که منابعش روی یک سرور فیزیکیه و این منابع رو به صورت اشتراکی تحت قالب یک VPS در اختیار شما قرار دادن. VPS در اصل یه سیستم عامل به شما میدن روش که حالا میتونه لینوکسی باشه، ویندوزی باشه، میکروتیک باشه، بسته به انتخاب خودتونه که موقع خرید انتخابش میکنید. مثلا به یک سرور لینوکسی نیاز داریم که روش سیستم عامل اوبونتو باشه، اوبونتوش هم نسخه 22 باشه. اینو حالا جلوتر یک جایی میریم ازش سرور بگیریم و بهتون نشون بدم که VPS گرفتن روی یک کاستینگ چجوریه. و اینا هم در نظر داشته باشید که VPS منابعش اشتراکیه، یعنی CPUش مشترک بین چند تا سرور دیگه، رمش مشترک بین چند تا سرور دیگه، ولی مثلا بهتون میگن 2 گیگ رم داره، یعنی ماشین مجازی شما مجازه تا 2 گیگابایت از رم اون سرور فیزیکی استفاده بکنه. مثلا بهتون گفتن که یک دونه هسته داره، به این معناست که یک هسته از اون 30 تا هسته، 40 تا هسته، هر تعداد هسته که اون سرور فیزیکی داشته باشه در اختیار شماست، ولی اونم میزان فرکانسی که بهتون میده بازم به صورت شیر هستش. شما مجازید از یک دونه هسته اون سرور روی VPS تون استفاده کنید. VPS میشه گفت نسبت به VDS که ددیکیت هستش، یعنی منابعتون به صورت اشتراکی نیست، منابعتون واسهتون بلوکه شده و فقط سرور شما میتونه استفاده بکنه توی VDS. البته میشه گفت VPS قیمت ارزون تری داره و شما به VDS نیاز ندارید. حالا کی به VDS نیاز داره؟ اونی که یه سرویس مهم داره و منابعش هم میخواد حتما اختصاصیش باشه. VDS چیه حالا؟ Virtual Dedicated Server که سرور اختصاصی مجازیه. همه منابعی که توی VPS بهتون گفتم به صورت شیرده، داخل VDS به صورت اختصاصی در اختیارتونه. مثلا گفتن که 4 هسته CPU دارید، 4 هسته برای شما بلوک شده و بین ماشین‌های مجازی دیگران اشتراکی نیست براتون. این قسمت رو هم واسهتون توضیح دادم که هر کدوم از اینا چی هستش و چه فرقی با هم دارن. حالا ما یک روشی نیاز داریم که از طریق کامپیوتری که الان اینجا دارم، کامپیوتر ویندوزیم، بتونم به سرور مجازیم وصل بشم. در صورت که سرور مجازیمون لینوکس باشه، ما باید از پروتکل SSH استفاده کنیم. پروتکل هم گفتم قوانینی هستش که برای هر سرویس توی اینترنت اومده یک پروتکل تعریف شده و میتونیم توی سطح شبکه اینترنت ازش استفاده کنیم. حالا ما پروتکلی که میخوایم بین 2 تا دستگاه کامپیوتری، حالا یکیش ویندوز باشه یکیش لینوکس، این چیزا فرق نمیکنه، مهم اینه که مقصدتون سرورتون لینوکسی باشه، شما باید از طریق SSH به سرورتون وصل بشید. معادل ویندوزیش میشه ریموت دسکتاپ که مخففش RDP میشه که اونم فعلا کاری نداریم. فعلا یاد بگیرید که SSH چیه. SSH برای سرور لینوکسی استفاده میشه. ما میخوایم به سرور لینوکسیمون وصل بشیم، باید بهش SSH بزنیم در اصطلاح. حالا روشایی که ما SSH میزنیم چیه؟ ساده ترینش از طریق کامند پرامپت ویندوز. شما کلید ویندوز رو روی کامپیوترتون نگه میدارید، دکمه آ رو میزنید، داخلش تایپ میکنید CMD، یا اینکه دکمه استارت رو میزنید، اینجا مینویسید CMD. اینجا کامند پرامپت واسهتون میاد، روش هم کلیک بکنید یه همچین محیطی بهتون میده. البته من اینو الان اختصاصی سازیش کردم که اطلاعات سیستمم رو نمایش نده واسه. از اینجا هم روی اوکی بزنم، کامند پرامپت هم واسم باز میشه. در صورتی که ویندوز 10 یا 11 دارید، به راحتی میتونید از طریق کامند پرامپت به سرورتون SSH بزنید و بهش وصل بشید. حالا روش‌های دیگه‌ای هم هستش که بتونید شما وصل بشید. یکی از طریق یک وبسایت که sshEasy.com یکی از اوناست که بازم من توصیه نمی‌کنم، چون که ممکنه تو این وبسایت‌ها آدرس IP تون، یوزرنیمی که میزنید، پسوردی که میزنید و پرایوت کی حالا در صورتی که داشته باشید داخل اون سایت ذخیره بشه و بعداً بتونن از سرورتون سوء استفاده کنن. نرم افزار بعدی که اینجا داریم نرم افزار پاتی هستش. پاتی روی ویندوز نصب میشه و یک نرم افزار معروف اتصال به SSH هستش. حالا جلوتر یه اتصال SSH هم برقرار میکنم که متوجه بشید که چیه و چجوری باید ازش استفاده کنید. این آدرس رو من داخل توضیحات این ویدیو واسهتون قرار دادم که بتونید به راحتی وارد صفحه دانلود پاتی بشید. اینجا در صورتی که ببینید
یه سری MSI ویندوز اینستالر بهمون داده. اولین چیزی که شما دانلود بکنید نسخه 64 بیت روش کلیک بکنید تا دانلود بشه واسهتون. اینجا الان داره واسه من دانلود میشه. این که دانلود شد من فقط روش کلیک میکنم، اینستالرش برام بالا میاد، نکست رو میزنم، اینو دست نمیزنم، نکست. اینجا بهم میگه که یک شورت کات از پاتی روی دسکتاپت بذارم یا نه که در حالت دیفالت ضبط در خورد. روی این کلیک میکنم، رو خودش روی گزینه اول will be installed on the local hard drive کلیک میکنم و اینستال میزنم، یه یس ازم میگیره و تمام. الان اینو فینیش میکنم، اینو مینیمایز میکنم، اینم مینیمایز میکنم. اینجا پاتی واسه من نصب شده. در صورتی که روش دابل کلیک کردید و واسهتون نیاورد، این صفحه الان واسهتون نیومد، بیاید و نسخه 32 بیت رو دانلود کنید. شاید ویندوز شما 32 بیته. اوکی، روی این دقیقاً کلیک میکنید، اینجا واسهتون دانلود میشه مثل همین که دانلود شد. من فقط روش یه بار کلیک کردم، عملیات نصب رو انجام دادم و همچین چیزی واسه من ظاهر میشه. موقعی که شما سرور میگیرید چند تا اطلاعات بهتون باید بدن. اولین چیز IP سرورتونه. یا مثلا اینجا گفتم که همچین چیزی میتونه باشه. IP سرورتون مثلا بهتون دادن 140 125 70 14. دومین چیز پورت. در صورتی که پورت بهتون ندم، پورت دیفالت سرورتون 22. پورت دیفالتی که بهش میتونید SSH بزنید و به سرورتون وصل بشید. سومین چیزی که هستش یوزره. یوزر دیفالتی که روی سرورهای لینوکسی هستش یوزر روته. حالا بسته به جایی که شما ازش سرور میخرید میتونه این یوزر فرق بکنه. چهارمین چیز چیه؟ پسورده. پسورد رو شما موقعی که میگیرید یه همچین چیزیه تقریبا و این یه مثال درست دارم واسهتون میزنم. این پسورد رو با دستوری که جلوتر حالا بهتون میدم توی کارهای اولیه که باید سرور رو آماده بکنید، شما پسورد رو باید تغییر بدید و عوض بکنید. همچنین پورت رو هم بهتون آموزش میدم که عوض بکنید، یا در صورتی که این پسورد یه چیز ساده ای بود مثلا 1 2 3 4 5 6 7 یه نفر حدس نزنه به راحتی وارد سرورتون بشه. نرم افزار بعدی هم که بهتون میتونم پیشنهاد بکنم استفاده کنید ترمیوس هستش. ترمیوس هم میتونید از آدرسی که توی توضیحات ویدیو واسهتون گذاشتم لینکش رو باز بکنید و از اینجا به راحتی روی download.exe کلیک بکنید تا نرم افزارش واسهتون دانلود بشه. این هم 165 مگابایته، ولی من ترجیح میدم از همون کامند پرامپت خود ویندوز استفاده بکنم، چون یه چیزی هستش روی خود ویندوزم نصب آماده است، راحت میتونم ازش استفاده بکنم و تقریبا میشه گفت نیاز به نرم افزار جانبی هم ندارم. مورد آخرم ترموکس. در صورتی که کامپیوتر ندارید و روی گوشی اندرویدیتون میخواید یک سرور بالا بیارید و ازش استفاده کنید، نرم افزار ترموکس هم بهتون پیشنهاد میکنم از گوگل پلی دانلود نکنید، چون نسخه گوگل پلی به شدت محدود شده است و خیلی چیزا رو داخلش نداره. ترموکس هم بهتون بگم شما در صورتی که میخواین SSH بزنید شما باید SSH رو روش نصب بکنید. حالا یه ویدیو هم جداگونه خواهم ساخت که ترموکس رو داخلش آموزش میدم و بهتون میگم در صورتی که میخواین به سرورتون SSH بزنید باید چه کاری انجام بدید که بدون مشکل که بتونید اتصال SSH تون رو با سرورتون از طریق گوشیتون برقرار کنید. حالا در صورتی که بخوام SSH بزنم دستورش چیه؟ اولش باید بنویسم SSH، یه اسپیس میزنم، باید یوزرم رو بزنم. یوزرم چی بود اینجا؟ روت بود دیگه. اینم جلوتر بالا بهش میرسیم. یوزرم روت بود دیگه. اینجا چیزی که از خود هاستینگ گرفتم به من گفته یوزرت روته، با یوزر روت وصل شد. اینجا یه ادساین میزنم. خب حالا IP سرورم رو باید بزنم. IP سرورم اینجا مثلا بهم داده بود این. درسته؟ اینو اینجا میزنم و همین رو داخل و این رو که زدم اینتر میکنم. حالا من یه سرور دارم، یه سرور آلمان. این رو کپی میکنم، آدرس آیپیش رو. دستورم چی میشه؟ میشه SSH اسپیس میزنم، مینویسم روت یوزرم بود همونطور که یادتونه. شیفت رو نگه میدارم، عدد 2 رو میزنم که ادساین تایپ بشه واسه من. الان میخوام تو این محیط من یه پیست انجام بدم. اینو کپی کردم دیگه. کافیه روی موسم دکمه راست کلیک رو بزنم. یه طریق دیگه هم میتونم انجام بدم. در صورتی که ویندوز 10 یا 11 داشته باشید کنترل رو نگه میدارم، وی رو میزنم، اون چیزی که میخوام رو داخل این محیط واسه من پیست میکنه. اوکی، حالا من میخوام الان بهش وصل شم. نوشتم SSH، یوزرم رو وارد کردم، یه ادساین زدم و اینجا IP وارد کردم. من اینجا یه اینتر میزنم. اینجا بهم میگه که یک فینگرپرینت باید واسط اضافه بکنم. کلمه yes رو تایپ میکنم.
دوباره اینتر میزنم، بهم میگه که این آدرس SSH به این آدرس IP به صورت دائمی براتون توی لیست هاست های شناخته شده که بعداً بهتون نشون میدم اضافه شده. حالا بعد پسوردمو بزنم. پسوردی که بهم هاستینگ داده مثلا اینه. اینو میام کپیش میکنم داخل اینجا، میام و پسورد در صورت که بخوام بزنم اینجا واسه من نمایش نمیده. من الان کنترل وی رو بزنم یا راست کلیک بکنم که پیست بشه، برای من نمایش نمیده. اینتر رو میزنم، میگه که برای اولین بار، الان چون سرورم هتسنر اینو میخواد، حالا بسته به هاستینگ شماست، میگه برای اولین بار پسوردتو باید عوض بکنی. کلیک راست میکنم، پسوردم اینجا پیست میشه برای من ولی نشون نمیده. اینتر رو میزنم، میگه پسورد جدیدت رو اینجا وارد کن. یه پسوردی باید بزنم که قوی باشه. حالا خصوصیات پسورد قوی هم جلوتر بهتون میگم. پسوردم رو با کیبوردم اینجا وارد میکنم. وقتی که نوشتمش اینتر میکنم. موقعی که میخوام دوباره بزنم، پسوردم رو دوباره اینجا تایپ میکنم و اینتر رو میزنم و پسورد من تغییر پیدا میکنه. الان من برای اولین بار که به سرورم وصل میشم، باید یه آپدیت و آپگرید روی سرورم انجام بدم. دستورش رو توی دیسکریپشن ویدیو واسهتون میذارم، ولی میخوایم بدونید میشه apt update، دوباره اندو میزنم، یعنی دستور دوممه apt upgrade. اوکی، این رو در صورت که همینطوری بزنم چندین بار ممکنه یس ازم بخوام، بنابراین یه دونه دش وای هم اضافه میکنم بهش که به این معنیه که آقا هر چیزی بودش یس بزن خودت بره. من یه مقدار بزرگترش بکنم، کلیک راست کردم اینجا پیست شد، یه بار اینتر رو میزنم، خودش شروع میکنه برای من آپدیت کردن. حالا در صورت که سرور ایران باشه یه سری کارهایی دیگه باید انجام بدیم که بتونیم سرورمون رو آپدیت بکنیم. اونم داخل ویدیو تانل زدن بهتون آموزش میدم. یه مقدار صبر میکنم تا سرور من آپدیت ها رو بگیره. یه چیزی هم در حین اینکه این آپدیت داره انجام میشه بهتون بگم. شما شاید بگید که این قبلا یه apt dash get بود. در صورت که شما این dash get رو بزنید، داخل اوبونتو 22 دارم بهتون میگم، اوبونتویی که الان اینجا دارم، در صورت که dash get رو بزنید یا apt خالی رو بنویسید، برای این سرور هیچ فرقی نمیکنه و اون دستور واسهتون اجرا میشه. این هم دیگه تقریبا میشه گفت آپدیت داره انجام میشه. خب اینجا بهم گفته که یه نیور کرنل برای سرور من وجود داره، خب که بعد این نصب انجام بشه من باید یک ریستارت بکنم. چیزی که اینجا بهتون گفته رو بخونید قشنگ متوجه میشید که چی ازتون خواسته. اینو من فقط یه بار اینتر میزنم، در صورتی که اینو دیدید فقط یه بار اینتر کنید. حالا اینجا کار آپدیت سرور من تموم شده. در صورتی که من جهت بالا از روی کیبوردم رو بزنم، اون قسمت روی کیبوردتون که 4 تا جهت مختلف داره، جهت بالا رو که من بزنم میتونم دستور قبلیمو ببینم. حالا یک بار دیگه این دستور رو اجرا میکنم که مطمئن بشم همه آپدیت ها و آپگرید ها رو دریافت کرده. که اینجا بهم میگه که پکیج جدیدی من دانلود نکردم، چیزی هم ریموو نکردم و تمامه. این بودش از آپدیت و آپگرید سرورم. کاری که ما باید انجام بدیم در صورتی که پسورد رو شما عوض نکردید، دیدید که جلوتر از من پسورد رو خواست خودش عوض بکنه. یه کامندی رو باید بزنیم به نام swd. این کامند چیه؟ میاد برای تغییر پسورد ازش استفاده میشه. این برای آپدیت و آپگرید پکیج ها و کرنل سرورمونه. میام داخل سرورم مینویسم پس WD اینتر میکنم، میگه پسورد جدید رو بهم بگو. پسورد قبلی رو ازم نخواستیدید، بازم میگم در صورت که پسوردتون هم تایپ بکنید اینجا چیزی نمایش نمیده، ولی مطمئن باشید داره تایپ میشه. پسورد جدیدم رو وارد کردم، اینتر میزنم، میگه پسورد جدیدتون رو دوباره بزنید. پسوردم رو مینویسم و اینتر میکنم. در صورتی که اینجا بهتون گفتش که پسورد با موفقیت به روز رسانی شد، یعنی پسوردتون الان تغییر کرده. اینجا پسوردمون هم تغییر دادیم. الان کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که تغییر پورت SSH همون رو بدیم. تغییر پورت SSH. یادتون باشه بهتون گفتم پورت دیفالتمون 22 هستش دیگه، درسته؟ پورت دیفالتمون رو الان ما باید اینجا تغییر بدیم. یه دستوری رو باید تایپ بکنید، دستور nano etc/ssh/sshd-config.
اینو هم قبلش بهتون بگم در صورتی که نانو نصب نباشه، نانو یک ویرایشگر متن مثل همین نوتپدی که اینجا باز هستش توی ویندوزم داخل لینوکسه که خیلی کار باش ساده است و خیلی باش کار داریم جلوتر. در صورتی که نانو روی سرورتون نصب نباشه، این رو هم اضافه کنم، باید شما بزنید apt install nano. اوکی، این نانو رو که یک ویرایشگر متنه واسه من میاد نصب میکنه. اینجا بهم گفته که نانو در حالت حاضر آخرین نسخهش روی سرورت نصب و میتونی ازش استفاده کنی. بعضی جاها ممکنه که این نانو نصب نباشه و شما نیاز باشه دستی نصب بکنید. در صورتی هم که هر جا ازتون سوالی پرسید yes و no بود، یه دکمه وای رو میزنید بعد اینترش میکنید. اینجا هم توضیحاتش رو بنویسم، نصب ویرایشگر نانو. من این دستورات رو بازم توی توضیحات ویدیو واسهتون قرار میدم، همچنین داخل گروه تلگرامم واسهتون میذارم به حالت فایل تکست که در صورتی که نیاز بهش داشته باشید بتونید بهش دسترسی پیدا کنید. حالا برمیگردیم سر داستان تغییر پورت SSH. دستوری که بهتون گفتم اینجا میاد با ویرایشگر نانو. فایلی که در از SSHD کانفیگ هستش رو توی این مسیرم هستش میاد برای من ادیتش میکنه. این رو من از اینجا کپی میکنم، میام داخل سرورم، کلیک راست میکنم که پیست بشه و اینتر رو میزنم. SSHD underline config. من یه تیکر رو اشتباه کردم، ببخشید. underline configش میکنم و میام داخل اینجا. توی این محیط با موس من نمیتونم کار بکنم، همه چیز از طریق کیبوردم کنترل میشه. با دکمه جهتی پایین میام پایین تا به این قسمت پورت برسم. یه دونه راست رو میزنم که بیام بعد از هشتگ رو حذفش میکنم که به رنگ سفید برام در بیاد. میام این پورت 22 رو پاکش میکنم. پورت جدید من، پورت که الان من میخوام استفادهش بکنم، برای مثال میزنم 2545. پورت هم یادتون باشه بهتون گفتم محدودیت داریم. شما بزرگترین عددی که میتونید برای پورتتون بزنید 65565. حالا این عدد پورت هم تو هر سایتی یه چیزی گفته، ولی بدونید در از 65565 عددی هستش که برای پورتمون وجود داره. برای مثال من الان زدم 2545. اینجا برگردم، اینجا پورتمو که تغییر دادم، اینجا بهم گفته که کنترل X رو بزنی اگزییت میکنی. دکمه کنترل R روی کیبوردم رو نگه میدارم و دکمه X رو میزنم. اینجا ازم میپرسه که تغییراتت ذخیره بشه، دکمه وای رو میزنم، یک بار دیگه اینتر میکنم. بعد اینکه اینو زدیم، اینی که پورت 22 هستش رو میایم تغییرش میدیم به پورت 2545 بود فکر میکنم. بله 2545. اینی که زدم کنترل و X رو میزنم، بعدش دکمه وای رو میزنم، بعدش یک بار دیگه اینتر میکنم. من دوباره ازش خارج میشم. کار بعدی که باید بکنم، باید الان بیام SSH هم رو سرویسش رو یک بار ریستارت بکنم. دو تا روش واسه این کار هستش که من آسونه رو واسه شما توضیح میدم. اینجا مینویسم سرویس SSH ریستارت. الان سرویس SSH من ریستارت شد. در صورتی که میخوام متنی هم از داخل این محیط کپی بکنم، با موسم میام اون رو میگیرم و یک بار دکمه اینتر رو میزنم، میام اینجا با کنترل V پیستش میکنم. بنابراین چی شد؟ من اول اومدم با نانو این رو بازش کردم که در از SSH هم رو بتونم پورتش رو تغییر بدم. اومدم اون خطی که نوشته بود هشتگ پورت 22 هشتگ اولش رو حذف کردم و به جاش نوشتم پورت 2545. بعدش کنترل X زدم، ازم پرسید ذخیرش بکنم یا نه، وای رو زدم و اینتر رو زدم. در نهایت اومدم با دستور سرویس SSH ریستارت، الان بهش گفتم سرویس SSH من رو ریستارت بکن. اومدم این تغییراتی که اینجا دادم رو اعمالش کردم. این هم از تغییر پورت SSH. حالا در صورتی که بخوایم به سروری که از طریق پورت SSH هستش وصل بشیم، من اینجا بنویسم دستور رو. اینجا بود روت @IP ما، درسته؟ IP ما، IP مون مثلا بوده 192.168.1 یه همچین چیزی بود دیگه. من به جای این IP عددی اینجا می‌نویسم IP. متوجه بشید که IP تون همون IP سرورتونه دقیقاً. در صورتی که شما این پورت رو تغییر داده باشید و بخواید از طریق پورت بهش وصل بشید، اینجا باید بنویسید SSH-P، یعنی من یه پورت تعریف کردم. اینجا پورت هم بود 2545 دیگه. میام اینجا ادامهش می‌نویسم 2545. حالا root @IP من. الان بیام من
این رو یه بار لاگ اوت بکنم که بهتون نشون بدم چجوری باید بهش وصل شم. یک بار جهت بالا رو میزنم که این SSH من واسم بیاد. با دکمه جهتی اومدم بینشون، دکمه سمت چپ رو زدم. به SSH که رسیدم یه اسپیس میدونم، مینویسم -p یه اسپیس دیگه 2545. حالا اینتر رو میزنم. پسوردم ازم میخواد. پسوردی که تغییرش دادم و پسورد جدیده رو حالا اینجا باید وارد کنم. الان به سرورم وصل شدم و حالا توضیح هم اینجا بهتون نشون بدم که اینجا نوع سرورتون رو میتونید ببینید که اوبونتو نسخه 22.4.3 LTS و میزان یوزیج هاردتون 12.4% است، 18.45 گیگابایتشه، 12% رمش داره استفاده میشه، پروسسور هم که 92%. اینجا هم بهتون IP ورژن 4تون IPv4 نوشته اینجا و IP ورژن 6تون رو داره نمایش میده. من اینجا یه کلیر تایپ میکنم که همه محتویات این صفحه واسه من پاک بشه. الان میتونم بگم که تقریبا هر چیزی که نیاز بوده روی سرورم تغییرات اعمال شده، سرورم آپدیت شده، پسوردم تغییر پیدا کرده، ویرایشگر نانو رو در صورت که نداشته باشید نصب کردیم. اینجا از طریق نانو اومدیم این مسیر رو باز کردیم تا بتونیم پورت دیفالت SSH مون که 22 بود رو تغییرش بدیم با پورت 2545. بعدش هم سرویسشون رو ریستارت کردیم که تغییرات ما اعمال بشه. الان هم چجوری وصل شدیم؟ زدیم SSH-P چون که پورتمون رو تغییر دادیم دیگه. شماره پورتمون رو اینجا وارد کردیم، یوزرمون رو نوشتیم، یه ادساین و IP آدرسمون رو نوشتیم. گفتم که IP آدرستون یه IP عددیه که برای مثال نوشتم 192.168.1.1 یا IP ورژن 4 مونه. حالا وقتی که تموم شد یه سری موارد امنیتی رو من بهتون میگم که اینا رو رعایت بکنید، تقریبا میشه گفت مشکلی واسهتون پیش نمیاد. مورد اول اینه که روی پنل هاستینگتون که ارائه دهنده VPS تونه هیچ وقت لاگین نمونید. احتمالاً داخل اون پنل هاستینگتون موقعی که سرورتون رو می‌خرید می‌بینید که بهتون گفته که دسترسی به کنسول یا یه لوگو کنسولی چیزی هستش که میتونید یه محیطی همچین شکلی داخل کنسول خود سایت هاستینگ داشته باشیدش. در صورتی که داخل اونجا لاگین بمونید به راحتی میتونن پشتیبانایی که داخل اون هاست هستن تو اون شرکت هستن به سرور شما دسترسی داشته باشن. حالا برای جلوگیری از این کار شما باید دستور لاگ اوت رو موقعی که توی اون سایت هستید و از طریق اون به SSH تون لاگین کردید یه دستور لاگ اوت رو میزنید و SSH تون توی محیط سایت ارائه دهنده خدمات VPS تون بسته میشه. من اینجا اومدم یه دونه وب سرویس هم اینجا بهتون معرفی کردم که از طریق سایت میتونید به SSH سرورتون دسترسی پیدا کنید. همچین جایی اومدید مثلا فکر کنیم داخل سایت از جایی هستش که VPS خریدید شما، اینجا حتما لاگ اوت رو تایپ بکنید و اینتر رو بزنید که از سرورتون خارج بشه. همیشه پورت دیفالت SSH رو روی سرورتون تغییر بدید. بهتون گفتم و توی ویدیو هم بهتون نشون دادم که این یه تیکه قسمت آموزشمون بودش. اومدیم پورت SSH دیفالت رو ما توی سرورمون تغییر دادیم. از رمز عبور قوی برای SSH مون استفاده بکنیم که بهتون پیشنهاد میکنم حداقل کاراکترایی که واسه رمزتون میذارید 16 تا کاراکتر باشه و دارای حروف بزرگ و کوچیک باشه. از نمادها مثل هشتگ و دلار و درصد و ادساین و علامت توجه داخلش استفاده بکنید. حتما دارای عدد هم باشه. یه چیزی هم نزنید مثلا اسمتون با تاریخ تولدتون رو قاطی بکنید. همچین چیزی نزنید توی مرحله حدس زدن. در صورتی که کسی آشنایی با شما داشته باشه به راحتی میتونه پسوردتون رو حدس بزنه و وارد سرورتون بشه. میتونید یه پسوردی هم اصلا همینجا تایپ بکنید، یه همچین حالتی باشه. همین رو فقط کپی پیست بکنید، از اینجا تا اینجا رو کپی پیست بکنید داخل سرورتون وارد بکنید. همین یه جایی هم مثلا توی نوتپد ذخیره‌اش بکنید، یه جایی اطلاعات سرورتون رو. پورت دیفالتی که برای پنل VPN تون استفاده میکنید رو تغییر بدید و از نام کاربری و رمز عبور قوی استفاده کنید. توی ویدیو بعدی که ویدیو تونل زنی هستش واسهتون میام یه پنل نصب میکنم پورت دیفالتش رو که توی اون مثلا 54321 هستش و همه هم میدونن این پورت پنل XUI میام تغییرش میدم. نام کاربریش هم ادمینه
اونجا نام کاربری میایم تغییر میدیم و یک رمز عبور قوی هم واسش انتخاب میکنیم. همچنین اینا هم بهتون بگم پورتایی که شماره 80 هستن و یا 443 هستن رو روی پنلتون استفاده نکنید. چرا؟ چون که توی مرورگر فقط یه آدرس آی پی سرورتون رو بزنه، خود مرورگر میاد میگه که خب یا پورت 80 یا پورت 443. در صورتی که HTTP زده باشید اول آی پی تون، این رو باز میکنه واسهتون، با پورت 80 باز میکنه. در صورتی که HTTPS داخل مرورگر بزنه، پورت 443 رو باز میکنه، با اون سرورتون رو در از فراخونی میکنه. مورد ششم که در از باید 5 باشه، اینجا اشتباه زدم، این هم میشه 6. مورد پنجم، اگر سرور تونل دارید حتما به نسبت دانلود با آپلود دقت بکنید. 90% سرورهایی که ایرانی هستن نسبت 1:10 دارن، یعنی نسبت 1 میزان آپلودیه که روی سرورتونه، نسبت 10 باید میزان دانلود از سرورتون باشه. در صورتی که نسبتتون 1:1 باشه میفهمن که سرور وی پی انه، قشنگ سرویستون رو میان واسهتون مسدود میکنن و این مورد اذیت کننده خواهد بود واسهتون. حالا راهکاری که خیلی ساده هم هست و میتونید ازش استفاده بکنید، میایم از اسکریپت نامیزون استفاده میکنیم که بازم توی ویدیو تونل زنی بهتون قشنگ آموزش میدم و میگم که چجوری باید ازش استفاده کنید و کانفیگش کنید. این مورد هم توجه کنید اکثرا داخل ایران 1:10 و باید شما این رو رعایت بکنید. در صورتی که بشه مثلا 1:9 بازم باید مدرک ارائه بکنید چرا 1:9 شده. در صورتی که وبسایت باشه این سرور 1:10 قشنگ میشه، مشکلی نداره. در صورتی که دانلود سرور باشه این قشنگ 1:10 میشه و مشکلی نداره و بیشتر از این خواهد بود. مثلا ممکنه بشه 1:100. مثلا 1 گیگ فایل باشه، شما 1 گیگ فایل از کامپیوتر خودتون آپلود کردید روی سرورتون، 100 نفر اومدن دانلود کردن این فایل رو، یعنی 100 گیگ پهنای باند دانلود از سرور شما کشیدن. مورد ششم، به کسی دسترسی سرورتون رو ندید. مثلا برای اینکه بیاد سرورتون رو ببینه مشکلش چیه و این چیزا، در صورتی که آشنا هستش و میدونید طرف حرفه‌ایه و بهش اعتماد دارید، میتونید دسترسی رو بدید. و یه چیز مهمم بگم، در صورتی که بخواید سرورتون رو در اختیار پشتیبانی قرار بدید، قبلش سرویس های تانلتون و وی پی انتون که حالا XUI من جلوتر بهتون آموزش میدم رو هر روی سرور پاک کنید و حتما برای اینکه کامند های قبلیتون رو نتونن بفهمن، این کامندی که اینجا نوشتم رو هیستوری اسپیس داش سی یا اسپیس دیگه ادساین که میخوام بگم که کامند دوممه، اسپیس هیستوری اسپیس داش دبلیو، اینی که اینجا هستش رو من کپی میکنم اینجا واسهتون میذارم. پاک کردن کامند های قبلی در سرور. یه بار دیگه میام داخل ریموتم بهش وصل میشم. الان به سرورم من وصل شدم دیگه، درسته؟ الان من دکمه جهتی بالا رو بزنم، هر دستوری که داخل این سرور تایپ شده واسه من نمایش داده میشه. شما برای مثال زدید دستور XUI داخل سرورتون که حالا جلوتر باش آشنا میشید. الان نگید این دستور چیه. این دستور رو زدید و حالا کاری که نیاز بوده رو انجام دادید. الان دسترسی دادید به پشتیبانی اون شرکت که ازش VPS خریدید. قطعاً مطمئن باشید این دکمه جهتی بالا رو میزنه و میاد کامنت هایی که شما داخل سرور استفاده کردید رو چک میکنه. مثلا آقا سرورم کنده، میگه که اوکی دسترسی SSH بده ببینم چیه. حالا یه کامندی هم الان واسهتون میزنم که میزان سرعت دانلود سرورتون رو حتی بسنجید. من میخوام هیستوریای کامند هامو داخل سرورم پاک کنم. میام این کامند رو که اینجا نوشتم رو پیست میکنم داخل سرورم و اینتر میزنم. حالا هر چقدر بالا پایین بزنم میشه گفتش که هیچ هیستوری واسه من نشون نمیده. برای اینکه بفهمید سرعت دانلود سرورتون چقدر هستش، من میام مثلا یه فایل حجم مثل اوبونتو سرور رو بخوام دانلود بکنم، اینجا میزنم، این رو روش کلیک میکنم که فقط این آدرس لینکش رو بهم بده. کپی لینکش میکنم، جمع کنسلش کردم، میام اینجا سنجش سرعت دانلود سرور. این فقط واسه اینه که ببینید سرعت دانلودتون بدون اسپید تست چقدر. اینجا می‌نویسم wget اسپیس این آدرسی که اینجا دارم، اینو کپیش میکنم با کنترل سی میام داخل محیط سرورم، کلیک راست میکنم و اینتر رو میزنم. الان میبینید که با همچین سرعتی به مگابایت، اینجا 112 مگابایت بر ثانیه داره واسه من دانلود میکنه. من در صورتی که کنترل سی رو بزنم عملیات دانلودش واسه من متوقف میشه. حالا پاک کردنش هم ساده است. مثلا اینو زدید شما برای پاک کردن فایل از روی سرور، مینویسم rm و
اسم فایلی که دارم. حالا مثلا من ls بزنم بهم میگه همچین فایلی اینجا وجود داره. مینویسم rm، دو تا حرف اولش رو می‌نویسم، دکمه تب رو از روی کیبوردم میزنم، خودش کاملش میکنه و اینتر رو میزنم. الان این فایل از روی سرورم پاک شد. دوباره ls میگیرم، میبینم که این فایل از روی سرور من پاک شده. الان شما میتونید بگید که آقا 111 مگابایت بر ثانیه سرعت دانلود دارید. حالا میخواید تبدیلش بکنید به مگابیت. ماشین حسابو باز میکنم، 111 مگابایت رو ضرب در 8ش میکنم، یعنی 888 مگابیت بر ثانیه. شما اینترنتی که واسه خونه‌تون میگیرید مثلا ADSL 8 مگ میگیرید، در اصل مگابیت هستش، که در صورتی که 8 رو الان میخوام مگابیت رو تبدیل به مگابایت بکنم، 8 رو میام تقسیم بر 8ش میکنم، در اصل 1 مگابایت سرعت دانلود به من میده. حالا اینم همینه، در از شما 111 مگابایت سرعت دانلود دارید. سرعت دانلود گوشی هم چه گفت تقریبا یه چیزی بین 20 مگابیت تا 160 مگابیت. حالا در صورتی که مثلا 160 مگابیت باشه سرعت اینترنت گوشیتون، تقسیم بر 8ش بکنید 20 مگابایت به شما سرعت دانلود میده. یعنی در صورتی که این 111 رو تقسیم بر 20ش بکنم، تقریبا 6 نفر همزمان با این سرعت 20 مگابایت در صورتی که دانلود بکنن میتونن از این سرور استفاده بکنه. البته این سرور هم مال هتسنر، سرعتش توی بازه‌های زمانی مختلف تغییر میکنه و یادتونه بهتون گفتم که این VPS و منابعش اشتراکیه. در اصل میشه گفت شبکه‌اش هم اشتراکیه که الان 111 مگابایت بر ثانیه به من داده. خب حالا نرم افزار پاتی هم در صورتی که داشته باشیم، من اینجا توی نوتپدم آدرس IP سرورم رو کپی میکنم. الان نرم افزار پاتیه، توی دسکتاپم روش دابل کلیک کردم، آدرس آی پی مو پیست میکنم. پورتمو تغییر دادم دیگه، درسته؟ پورتمو چی گذاشتم؟ پورتمو اینجا گذاشتم 2545. اینو کپیش میکنم، میام اینجا پیستش میکنم و اوپن رو میزنم. اینجا الان یه همون فینگرپرینتی که یس زدیم داخل کامند پرو، اینجا اکسپت رو میزنم. اینجا به من میگه یوزر چیه، لاگین از چی باشه. مینویسم روت، اینتر میکنم، میگه حالا پسوردت رو که مال این یوزر روتت هستش رو وارد کن. پسوردی که تغییر دادم رو اینجا وارد میکنم و از طریق نرم افزار پاتی میتونم به سرورم وصل بشم. اینجا میبینید که کامندی که قبلا وارد کردم رو اینجا داره بهم نشون میده. خلاصش همین بود. الان اینجا لاگ اوت میکنم اینور. یه موردی هم فراموش کردم بهتون بگم، برای خرید سرور مجازی شما میتونید هم از ایرانیا سرور مجازی بخرید که خودم پیشنهاد نمیکنم، میتونید از خارجی ها هم سرور مجازی بگیرید. جایی که میتونید سرور مجازی خارج تهیه بکنید، بای VPS سرچ میکنم، یکیش هاستینگره، یکی OVH به فهم ایرانی هستید اکانتتون رو بند میکنه. یکیش دیجیتال اوشنه و سایت هتسنر، سایت ولتره، سایت هتسنر ولتر دیگه. از آمازون در صورت که کردیت کارت داشته باشید میتونید AWS تهیه بکنید. و یه سری سایت ها هم هستن با کریپتو میتونید شما داخلش پرداخت داشته باشید. من فقط دارم واسهتون مثال میزنم. اولتا هاست یه سایتی شما میتونید از طریق کریپتو داخلش پرداخت بکنید. اینا رو در صورتی که بخواید شما پرداخت واسهشون انجام بدید و حتما کارت اعتباری اضافه بکنید. این پایین واسهتون گفته که روش‌های پرداخت ما ایناست. البته هاستینگر میتونه از طریق بیت کوین، لایت کوین، ترون، اتریوم و بایننس و روش‌های دیگه هم از طریق کریپتو پرداختتون رو انجام بدید. توی این لیست واسهتون قشنگ توضیح داده آقا چه روش‌هایی هستش واسه پرداخت. OVH هم بهتون گفتم اگر به فهم ایرانی هستید از طریق ایران مثلا SSH بزنید بهش IP ایران، این چیزا باشه سرورتون رو قشنگ میشه گفت بند میکنه و اذیتتون میکنه، ولی قیمتاش میشه گفت مناسبه. یه دونه سرویس داشت قبلا که ماهیانه $1 بود ولی باید 1 سالش رو میخریدید، اونم میگرفتید. اگر سرور میانی استفاده بکنید تقریبا میشه گفت مشکلی نخواهید داشت. دیجیتال اوشن بعدی هستش که شما میتونید سرور مختلف رو از داخل اینجا تهیه بکنید. فقط فکر کنم دراپلت بود که از اینجا باید تهیه میکردید. داخل اکانتتون برید میتونید یه دراپلت سفارش بدید و تهیهش بکنید. هتسنر هم که یه مقدار احراز هویتش واسه ایرانیا سخته،
فعلا تقریبا میشه گفت هاستینگر و اولتا هاست برای ایرانیا راحت تره. جاهای دیگه ای هم هست شما میتونید ازش سرور تهیه بکنید. حالا فقط همینا رو نمیگم. جای بعدی هم هستش ولتره. ولتر هم سرورهای خوبی داره، میتونید ازش تهیه بکنید. دیگه آمازون هستش. آمازون خودتون باید کردیت کارت داشته باشید و میاد از کردیت کارتتون کم میکنه مبلغ رو. اولتا هاست رو بازم خودم تستش نکردم. اینجا تو قسمت VPS هاستینگ میتونید شما یه VPS ازشون تهیه بکنید و با کردیت کارت یا از طریق رمز ارز اونو بتونید پرداختش بکنید. رمز ارز هم شما میتونید یه ولت داشته باشید، مثلا تراست ولت روی گوشیتون و از طریق سایت ایرانی ولتتون رو شارژ بکنید، بیاین داخل این سایت ها و از طریق ولتتون هزینه سرورتون رو پرداخت بکنید که به نظر من امن‌تره. در صورتی هم که پیپل داشته باشید میتونید از جاهایی مثل هتسنر یا تقریبا هر جایی استفاده بکنید و سرور مجازیتون رو فاکتورش رو پرداخت بکنید. یه خرید سرور سریع هم من بهتون نشون بدم. داخل محیط پنل کاربری هتسنر هم هستم. شما موقعی که اکانتتون رو میسازید احراز هویت کردید، حالا ممکنه هر جایی باشه، OVH باشه، دیگه دیجیتال اوشن باشه، هاستینگر باشه، اولتا هاست باشه، هر جایی میتونه باشه. الان اومدید توی محیطی هستید که سرور بخرید. توی هتسنر قسمت سرورز میام، یه دونه محیط کاربری، یه دونه به علاوه اینجاهای صفحه داره، اینجاها میزنید و یه اسمی بهش میدید، یه محیط کاربری میشه واسهتون. میسازیدش، میایید توی قسمت یه اد سرور رو میزنید. اینجا میگه موقعیت مکانی سرورتون کجا میخواین باشه، میگم فارتگنشتاین آلمان یا همین هلسینکی. میگه سیستم عامل سرورتون میخواین چی باشه. اوبونتو داره، فدورا داره، دبیان، سنتوس و غیره. که من ترجیح میدم اوبونتو باشه و اوبونتو نسخه 22.04 باشه. آخرین نسخه اوبونتو سرورم هستش. میام اینجا پایین میگه که میزان منابع تو انتخاب کن. ما برای سرور VPN کمترین منابع برای ما بسه. بنابراین این گزینه رو انتخاب میکنم که یک هسته بهم میده، 2 گیگ رم میده، 20 گیگ فضای هارد بهم میده و 20 ترابایت هم بهم حجم میده. میام پایینتر، شما به آی پی ورژن 4 روی سرورتون نیاز دارید. در صورتی که آی پی ورژن 6 داشته باشید یه مقدار پیچیدگی هایی داره که افراد عادی تقریبا میتونن بگم روی آی پی ورژن 4 شون نمیتونن به سادگی وصل بشن و اذیتشون میکنه. بنابراین من تیک آی پی ورژن 6 رو برمی‌دارم و فقط یه آی پی ورژن 4 رو انتخاب میکنم. میام پایینتر، پایین تا برسم به اسم. یه اسم براش انتخاب میکنم، مثلا VZS هلسینکی. خب الان میگه اسپیس نباید اینجا بنویسی، برام اسپیس رو پاک میکنم و یک اسم بدون اسپیس اینجا میذارم. کرییت ام بایو میزنم. الان این سرور داره عملیات ساختش واسه من انجام میشه. اوکی، سرور من آماده است و یک ایمیل برای من میاد که محتوی پسورده که آی پی سرورم، پسوردش و یوزرم رو داخلش نوشته. حالا نمیخوام برم ایمیلمو باز بکنم، میام تو رسکیو، ریست پسوردم رو میزنم و این پسورد جدید رو واسه من ایجاد میکنه. اینجا روش که کلیک بکنم پسوردم کپی میشه. یادتون هستش توی این مورد بهتون گفتم که در صورتی که روی پنل هاستینگتون از طریق ترمینالش میخواین لاگین بکنید، هیچ موقع لاگین نمونید. اونی که در موردش صحبت می‌کردم کنسول یا ترمینال، توی هر هاستینگی میشه گفت اسمش فرق میکنه. این هستش. این گزینه کنسول رو میزنم، یه همچین چیزی به من میده. الان روش کلیک میکنم که بتونم تایپ بکنم داخلش. میگه یوزرتو بزن، مینویسم روت، پسوردمو میخوام کپی بکنم، اینجا کپی کردم دیگه. کلیک راست میکنم اینجا، پیست رو میزنم و اینتر میکنم. الان من چون که پسوردم رو ریست کردم اینجا دوباره ازم تغییر پسورد رو نخواست. میتونم بزنم پس WD و پسوردم اینجا تغییر بدم. من فعلا همین پسورد دیفالت رو میذارم باشه. حالا من میخوام از طریق این وب سرویس، این سایت که داخل ایران هم بعید میدونم فعلا فیلتر شده باشه، به سرورم وصل شم. آی پی مو میام کپی میکنم، توی قسمت هاستم میزنم، یوزرم بودش روت، اینجا پیستش میکنم، پسوردم هم اینه، اینجا پیستش میکنم. پورتم رو هنوز تغییر ندادم، پرایوت کی هم دست نمیزنم، فقط کانکت رو میزنم. اینجا یه یس رو میزنم. تو این محیط الان اومدم به سرورم وصل شدم. اینجا حتی فایلای داخل سرورم هم داره بهم نشون میده که میتونم هر دایرکتوری رو اینجا ببینم و کاری که لازمه رو انجام بدم. اینجا هم بازم تقریبا میشه گفتش که پیست کردنش به همین شکله. الان همین رو کپی میکنم، اینجا مینویسم اینگ، پیستش میکنم، اینجا هم پیست میشه.
اینطور رو میزنم. الان تقریبا میشه که خودش داره پینگ میگیره که اینقدر تایمش پایینه و به همین سادگی. اینجا یادتون نره همیشه لاگ اوت کنید. این رو هم در صورتی که کوکی داشته باشه از اینجا روی قفل کلیک کردم. کوکی اند سایت ستینگز، اینجا کوکی رو پاکش میکنم. یه چیزی هم بگم، هر سایتی رو بهش اعتماد نکنید. اینو مثلا من حتی خودم الان بهش اعتماد ندارم. فقط در صورتیه که شما از طریق آی پی خودتون نمیتونید به این سرور متصل بشید. میاد از این طریق به سرورتون متصل میشید و ازش استفاده میکنید. این کنسولی هم که داخل سایت خود هتسنر هستش، در صورتی که من همینطوری ولش بکنم، الان دوباره بازش کردم دیگه، تا همون جایی که ولش کردم واسه من کنسول بازه و دسترسی به سرور من میشه گفت از طریق هتسنر که جایی هستش که VPS خریدم برقراره. من برای اینکه خارج بشم حتما باید اینجا بنویسم لاگ اوت که خارج میشم و میتونم از این کنسول خارج بشم. یه دو تا دستور دیگه هم اینجا من اضافه بکنم. برای اینکه سرورتون رو بتونید ریبوت بکنید، دستور ریبوته. برای شات داون هم میشه پاور آف، خاموش کردن سرور، که پاور آف رو پیشنهاد میکنم استفاده نکنید، فقط برای اینکه بدونید زدم براتون. پاور آف رو بزنید حتما باید بیاید داخل این کنسول، از اینجا مثلا پاور آف بشه، این خاموشه و بعد روی این گزینه کلیک بکنید. الان مثلا یه بار خاموشش بکنم. موقعی که پاور آف میزنید یه همچین حالتی واسهتون نمایش داده میشه. یه بار بعد روی این گزینه بزنید که سرورتون به صورت سخت افزاری روشن بشه. بنابراین من ترجیح میدم پاور آف رو اینجا پاکش بکنم، فقط یه ریبوت رو بذارم واسه شما که سیستم عاملتون در صورتی که نیاز داشته باشید بتونید ریبوتش بکنید. خب تا جایی که ممکن بود من خلاصه واسهتون توضیح دادم و چیزهایی که مهم بود و لازم بود بدونید رو واسهتون توضیح دادم تا با موارد پایه‌ای مربوط به سرور، VPN، VPS و اتصال به اون از طریق SSH آشنا بشید و بتونید ازش استفاده کنید. این آموزش سطحش کاملا مبتدی بودش. ممنون میشم لایک و سابسکرایب بکنید و در صورتی که کسی دیگه نیاز به این ویدیو داره این ویدیو رو براش ارسال بکنید. تا ویدیوی بعدی که تانلینک هستش، فعلا خدا نگهدار.